رستوران حالتون چطور؟ خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. قرار توی این ویدیو چند تا سرور معرفی کنیم و که میتونین توی اون بریج تمرین بکنین و چی بود؟ خب و چند مدل حالا بریج هم وسطش نشون میدم. حالا اگه دوست داشتین مثلا کلا یه ویدیو جدا درست میکنم واسه آموزش بریج. حالا یا اینکه مثلا تو همین ویدیو ترکیبی از هر دوتاش داشته باشید. خب اولین سروری که هستش این سروری که معرفی میکنم هم واسه اکانت های پریمیوم هم واسه اکانت هایی که کرکی، یعنی واسه هر کدوم سروری مختلفه. میگم بهتون این سرور آنتی ای سی آی پی شو پایین ویدیو میذارم و اینکه برای اکانت های پریمیومه که میتونن استفاده کنن و های پیکسل هستش، ولی به نظر من بهتر از های پیکسل قسمت ترینینگش. خب میان توی این سرور. وقتی که اومدی یه بخش به نام چی بودش این بهتون نشون بدم. اینجا که وارد میشید این آنتی ای سی لابیشه، میای قسمت فست بیلدر که میزنید میاره اینجا. خب اینجا یه برای شما یه هدف گذاشته، بعد اینجا بیش بزنید برسید اینجا رکوردات و اینا رو مینویسید. حالا مثلا یه دونه برم تایمرش هم که داریم میبینید تو 17 ثانیه رفتم. اینجا که مثلا نوشته منهای 4.5 رکوردی که تا حالا زدم 12.85 ثانیه بوده که الان 17 ثانیه رفتم. می نویسم مدل‌های مختلف ویدیو میتونید تمرین کنید و خیلی سرور خوبیه واسه تمرین بریج. بعدم بریج قسمت های دیگه داره برای پی وی پی، خیلی واقعا خوب. حالا چه با ربات چه با پلیر میتونید تمرین کنید. مثلا من یکی دیگه برم و حالا میتونید و اینو بزنین توی تنظیم کنید مثلا تو چه ارتفاعی باشه. از اینجا میتونید چیزی بخرید. مثلا میایین تو این و من اینا رو خریده بودم. مثلا اصل نرمالش اینه برای شما برای همه، ولی مثلا من اینو خریده بودم. مثلا قایق ارتفاعش فقط یه ذره ممکنه تغییر کنه وقتی اینو میخرید. نشد. من اسکای آف کنم که FPS کمتری بزن بگیره. خب ما قراره کلی ویدیو ASMR بذاریم اینجوری. حالا بیشتر هدفه پلیرهای دیگه اون ور حرکت میکنن اگه کسی باشه تو سرور خلوتی. ایرش خوبه واقعا که خلوته، میتونین راحت تمرین کنید. خب این از سرور اکانت پریمیومه. حالا اگه خواستین یه ویدیو مجزا برای چیز میذارم خوب رفت برای آموزش بریج زدن خواستیم بگیم بذارم. و حالا بریم سراغ سرور بعدی. سرور آنتی ای سی بود که لینکش از زیر ویدیو گذاشتم. خب بریم سراغ سرور بعد. قرار بریم توی یعنی سرور کرکی که همین میتونید استفاده کنید که همتون هم میشه توی وایت پیکسل. تنها سروریه که فکر کنم واسه بدوارز واسه بریج یا ترینینگ داره و میتونید ازش استفاده کنید. ولی اون سرور آنتی ای سی مختص کلا تمرین بدوارز. یه جاییش هم بدوارز داره خود گیمش، ولی مثلا کلا سرورش واسه تمرین بدوارز. خب میایم تو وایت پیکسل بخش بدوارز. اینجا نوشته پرکتیک
پرکتیس حالا بدوارز. بعد حالا میزنیم روش یه ست حالت داره، مثلا من بریجینگ رو بزنم اینو تایمشو اینجوری کنم خفن اینجا یه بیس میاره. حالا اینجا کاری نداریم، بعد هدف میاره تا اونجا باید سریع بیج بزنیم. تایمرش هم اینا نوشته دیگه. اینجا میرین و میپرید اینجا مثلا 15 ثانیه برم. حالا اینا میتونید مثلا همون اینجا تنظیمش کنید این بر ارتفاعشو مثلا اینا هم یه ذره کجا رفت؟ بکنم رفت بالاتر. آره دورتر شد. من میارم همین سی مثلا یه ذره میاریم اینجا یه ذره که بیشتر از یه مثلا اینجا های پیکسل نگه های پیکسل هم این شکلی. حالا این رفت شاید چیز اونجا خیلی رفت بالا دیگه وحشت میتونیم بالا تا مثلا هدف برسیم. هدف دیگه رشته هسته خودتون مثلا تنظیم کردن واقعا تمرین بکنید خیلی خوبه. و ببخشید اون صدا میاد تا گرفته تا بکنم سرما خوردم. خب اینو از این بخشش مثلا کلاچ کردن هم داره میزنی اینجوری مثلا اینجوری بکنم بهتر دیده بشه. بعد کلاچ کنیم با آب اینجوری مثلا بپریم کلاچ کنیم ولی مثلا اشتباه بریم فایلت مثلا باید تمرین کنیم. یه بار دیگه برم من نمیم چی شد یه دون اینجوری برم. خب آره خب اینجوریه. یه دونه هم چیز داره فایر با TNT جامپینگ هرچی بیشتر بپرید امتیاز بیشتری میگیرید 19 تا بلاک پرید یه بار دیگه بعد رفتم 3 بار دیگه اینجا 19 3 بار بلاک بازم 19 تا بلاک خب کم کردم 17 بعد اینش هم میتونید تنظیم کنید مثلا با TNT میخوام بپرید اینجوری میذاره زودتر برید. بازم من کنم رو 19 اینجوری بسن 17. آره اینا میشه مثلا تعدادشو میده 2 تا TNT مثلا دابل TNT جامپ کنه. آره این تمرین کنید از این هم وایت پیکسل که حالا همتون میشناسید. آی پیش حالا میذارم پایین اگه کسی خواست استفاده کنه. خب دیگه چی داشت؟ خود های پیکسل مثلا یه قابلیت داشت تیکمون هم میتونستیم بزنیم یعنی این همین مثل 20 طرف. آره این از اینش بود. اصلا اگه خواستیم بگیم برای بریج ویدیو بذارم یا فکس بریج بعضی دیگر چهار شد. آره کلن میره دیگه اینجوری بود. نه از این طرف داره مثل فرار خیلی خوبه اینجوری تقریبا. خب دوستان امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. اگه خوشتون اومد ممنون میشم لایک بکنید و حتما دنبال بکنید. فعلا تا یه ویدیو دیگه خداحافظ.